روز آخرین ماه رمضان رسید. ما با قلب‌های پر از امید ایستاده ایم. این ماه پر از رحمت و برکت به انجام می رسد، اما نیکی‌های آن باید با ما خدایا همه روزه‌های ما را قبول کن و آنها را سبب بخت ما گردان. دعاهای ما را مستجاب گردان. آرزوهای نیک ما را عملی کن. گناههای ما را ببخش. دلهای ما را پاک و نورانی بگردان. به دلهای ما آرامی عطا کن. به زندگی ما رزق و برکت بده. به هر خانه صلح و برکت بیار. پدر و مادران ما را نگاه دار. بگذار نور رمضان در دلهای ما بماند. همه ما را خوشبخت گردان. آمین.